دوبله شده در استودیو جن. ازمیه خانم به این یه نگاهی بندازیم. بله آقا دمیر. ازمیه خانم این برای کیه؟ این برای مهمون خانم لروکس. باشه. وقتی برگشتم کلینیک لیست وسایلی که برای نگهداری گربه لازمه رو آی می‌فرستم. تو فوق‌العاده ای. یادت نره وسایل باید ارگانیک باشن. حتی اگه بخواین میتونم به یکی معرفیتون کنم. قیمتاش هم باهاتون را میگم. وای به خدا عالیه. به نظر منم. آقای دمیر، ما داشتیم در مورد پانسیون گربه ها حرف میزدیم. ایبو دوست صمیمی بنده، ایشون دامپزشک هستن. لطف کردن ما رو راهنمایی میکنن. دمیر ارندیر رئیس جدیدمون. چیتا. چی؟ خیلی خوشبخت شدم. منم. بیرون یه موتورسیکلت دیدم انگار برای شماست. خیلی خوشگله. دختر من خیلی خوشگله. ما با اون تا کلسلوم هم رفتیم. وای. نقطه مبدأ؟ استانبول. از اکوستریا با لندینگراف رد شدی؟ دقیقاً از پاشنه چکمه وارد شد. عالیه. یعنی از برندسی. شما دارین با چه زبونی حرف میزنی؟ آیدا تو چیزی فهمیدی؟ نه هیچی. منم دیگه واقعا ارور دادم. دوستتون از سمت یونان تور موتورگردی و به سمت ایتالیا شروع کرد. واقعا میگه؟ من چرا نمیدونستم؟ خب بحثش باز نشده بود. منم همیشه دوست داشتم همچین کاری بکنم. بخواست کی تو حالا؟ خب یه روز بیا تعریف کنم چه جوری شروع میشه، چه کاری باید بکنی. باشه. اینجوری سر و پا نمونیم. اگه اجازه بدین من شما رو به یه قهوه دعوت کنم. بالا خوردم، ممنون. من باید برم کلینیک، یه مریض دارم. خوشحال شدم. اگه فرصت داشتین من میخوام در مورد این تور ازتون بشنوم. البته. میبینمتون دخترم. خداحافظ. من بدرقت میکنم. ایبو یه دونه ای کارمو خیلی راحت کردی. تو شیری پلنگی. ولی چیتا نیست. بابا ساکت شو. تو چش یارو نگاه کردی گفتی چیتا، قلبم وایساد. خدا رو شو چیزی فکر نفهمی. کنم شما شلوغش کردین. اون آدم خوبیه. درسته. به نظرم بهتر از اون یکی دور اون بمونی. یکی؟ ها براک این از کجا به ذهنت رسید؟ اینجور آدما رو خوب میشناسم. برای دردسر درست میکنه. در همین بیا حد برو بده. ایبو. یک کلمه هم باش حرف نزدی، اون وقت داری قضاوتش میکنی. مواظب باش. خب نگفتی به نظرت چیکار کنیم حالا ها؟ عزمیه چه خبره؟ وای دستیار آقای یلدریم زنگ زد. فردا تو خونش یه مهمونی گرفته. گفته که هممون باشیم. همه رو دعوت کرد. وای چه عالی. شت چطوری تو؟ هی دخترا خیلی خوبه، با هم میریم دیگه. از سر کار میریم یا اینکه زودتر میریم آماده میشیم؟ راستش هرچی شما میخواین. اگه مهمونی باربیکیو نبود میومدم، ولی قسمت دیگه. نفهمیدم. خب میدونی من خیلی دوست دارم بیام، ولی اونجا خیلی بوی گوشت میده. من حالم بد میشه. آخه گیاه خورم. از کی تا حالا؟ یه مدته. شما مسئول مشتری اون شرکت هستید. اگه نخواین مجبور نیستین چیزی رو بخورین، اما باید با همه تو اون مهمونی حضور داشته باشین. چشم دمیر آقا. زنده باشی. در ضمن دوستان یه دقیقه میان اینجا. حالا که هممون اینجا هستیم میخوام قوانین جدید شرکت رو به اطلاعتون برسونم. از این به بعد هیچ کسی وقتی به شرکت میاد یا تو جلسات شرکت میکنه به هیچ عنوان از عطرای تند استفاده نمیکنه. تو زندگی شخصیتون هر کاری دوست دارین بکنین، اما تو شرکت نمیتونیم به مشتریامون با عطرایی که چشم آدمو در میارن خدمت کنیم. برای همین خیلی دقت کنیم. لروکس هنوزم بوی خیلی بدی میدی. نه خیر کار نمیکنه دوستان. بابا این مدیر از اون
از اون آدمایی که از چیزایی که خوشش نمیاد فوراً ممنوعش وای میکنه. ولی بهتر شد. خودم هم نمیتونستم این بو رو تو خونه استفاده کنم. از صبح تا حالا بینیم گرفته. الان باید میرفتم خونه دوش میگرفتم که از این بو خلاص بشم، اما آقا دمیر میخوان برن خونه صابخونه‌شون. تو چی کار کردی؟ تصمیم گرفتی چه شیرینی میخوای ببری؟ به نظرم قبل از اینکه آقا دمیر بیاد هنوز انتخاب. تصمیم نگرفتم. شکرپاره. نه عزیزم، اون زن بهترینشو میپزه. پس کرم بروله چطوره؟ عزیزم ماکارول، خانمای قدیمی استانبول خیلی دوست دارن. برام میخرید. میذاش تو کشم تا سورپرایزم کنه. ولی بزرگترین سورپرایز با خانوادش کرد. آی چه رنگیه، من اذیت نکن خودتو. گریه نکن دیگه، این روزا هم تموم میشه میره. گرفتم دمت گرم داداش، به موقع بود. یکمش ریخت اما تونستیم بقیه‌شو نگیریم. ما اینش هم شکر میکنیم داداش. راستش اگه تو نبودی خیلی بیشتر از اینا این میره. چند کیلوه؟ تقریبا 30 کیلوه. خیلی هم سنگین نیست، چون عجله داشتم گیر کرد. این گیاه گله. خیلی باهوشی، از دونش تشخیص دادی نه؟ خب خیلی دوست دارم. دمت گرم. کمک لازم داری؟ نه میذارمش همینجا. دمت گرم. ای بابا لروکس، چی شد؟ با زرد گرفت؟ فکر کنم بهش فشار آوردم. به خاطر دیشب دست درد میکنه، اون وقت تنهایی میزو میکشی. ببینم تو دارو مارو نداری؟ چرا دارم، تو کیفمه. وای دخترا، من خیلی دیر کردم. الان هر لحظه ممکنه دمیر برسه یه عالمه حرف بارم میکنه. اصلا حوصلش رو ندارم. خوبه، موفق باشی عزیزم. ببین به خاطر خاله ها ناراحت نشی ها. این کار خونه رو زودتر حلش کن. منم برم به مشتریا یه سر بزنم. ببین حتما بهمون خبر بده. باشه. سلام، چیزی میل داری؟ لروک جون، ببین با رئیس آشنا شدم. خیلی خب، حالا بچه‌ها بشینین واسه تون از این قهوه جدیده درست کنم. اصلا زحمت نکش اوزای جون، من باید الان برم. باشه برای بعد. دمیر جون به خدا خیلی خوشحال شدم. تو اولین فرصت بیا یه قهوه بخوریم. حتما میام. آزای جون از این شیرینی میدی؟ یکم دیر کردی لروکس جون. دمیر دیگه انتخاب کرد، من هم خیلی وقت بسته‌بندی فکر کردم. کردم برای جلسه کاری ماکارول مناسب بشه. ممنون آزای جون. روزت بخیر. میبینم داداش. ای بابا چی کار میکنی فیروز؟ گلبرگا رو داری میریزی تو بشقابا. نمیفهمم قرار غذا بخورن یا گل؟ نمیفهمم. بگو. اون دستمالا رو میخوان چی کار کنن؟ بندازن تو دریا؟ اومدن. دقیقاً به موقع. آره اومدن. دقیقاً به موقع اومدن. بیا مراقب باش. بیا خیلی خوب باشه. بس من باز میکنم. آی خوش اومدی. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. بفرمایید. چرا زحمت کشیدی؟ بفرمایید. خواهش میکنم دنبال من بیاین. بفرمایید. خوش اومدین. بیا عزیزم، بیا از این طرف. دستمو بگیر. واقعا کار خوبی کردین. بیا عزیزم، بیا از این طرف. وای چقدر کار خوبی کردین که اومدین. ویلامون تو این فصل فوق‌العاده میشه. مدت زیادی هم بود که مهمون نداشتیم. چقدر خوب شد اومدین. مگه نه لیلا جون؟ البته خیلی خوب شد. اما فقط فکر کردیم یه چای میخوریم و درباره خونه حرف میزنیم، اما میبینم که میز چیدین و خیلی خیلی زحمت کشیدین، خیلی هم به میز رسیدین، ولی الان عزیزم هم میخوریم هم حرف میزنیم. آره تو هم بیا بشین. بیا بشین اینجا. بفرمایید بشینید. بفرمایید. نه راستش بخاطر نیستم، یعنی ما سیریم. من شوهرمو با این جور غذاها گول زدم و شکارش کردم. ولی خب اون موقع هم غذاها رو من درست کرده بودم. ای بابا عزیزم، غذا بهانه است. چیزی که مهمه اینه که قلب با قلب و دل با دل یکی باشه. مگه نه دمیر جون؟ درسته؟ البته حق داریم. خب الان وقت سرویسه. نه اصلا لازم نیست. ببینید مگه میشه از
عزیز دلم ممنون. نیازی به غذا نه نمیشه، باید حیفومه میشه. بفرمایید. خیلی کشیدیم. بیا بذار یکم من خواهش میکنم باور کنیم جدی. دلم نوش جونت. خیلی ممنون. بخوریم دیگه، زحمت کشیدم. وای سب کن از اینم براتون بریزم. مشتری هم که جور نشد. وای عطر رو بگو، اصلا هیچ فایده ای نداشت. آخرش چی دستمون رو گرفت؟ هیچی. اینجوری نمیشه. نمیتونیم آقا دمی رو بفرستیم بره. یعنی عملیات چیتا رو باید یه مرحله جلوتر بریم، اما انقدر شلوغش نکنین دخترها. ممکنه سر کار یکم سختگیر باشه ولی به نظر من خیلی هم آدم شیرینیه. تازه شما نمیخواد با اینجور چیزا سر و کله بزنین، به کار خودتون برسین دیگه. وای این حرفو نزن داداش اوزان. به خاطر اون رابطه من نابود شد. مروه تو هنوز داری به اون فکر میکنی؟ یکم مصمم باش، قوی باش. به تمام موارد نگاه میکنم، همه شرایط رو میسنجم ولی نیست. سرسخت‌تر از دیریم خانم، مشتری نداریم، کسی که اونو پایین بکشه نیست. هممونو نابود میکنه. اگه فقط یه مشتری باشه که خودش رسیدگی کنه خیلی خوب میشه. وقت کارو خراب میکنیم اما آخرش خودمون تو دردسر میافتیم. یا به خاطر اینکه طرحش رو کشیدیم نابود میشیم، یا به خاطر سوء استفاده از مشتری من نابود میشم. یا نابود میشیم به خاطر بخش خرید و فروش، یعنی فرخ. دمیر بچه خیلی محکمیه. اون به این راحتی یا پاپس نمیکشه. یا اینطور بهتون بگم که پیدا کردن مشتری که اونو به این راحتی یا خسته کنه خیلی سخته. مشتری خاص برای آقا دمیر. حالا شیری که مادرش بهش داده رو چجوری از دماغش در بیاریم؟ خب میشینیم روش کار میکنیم. یکی هم به ویژه به کار که دومین مرحله از عملیات چیتا، قله سختی ها اورست. بخور دخترم. خاله لیلا جون هنوز غذایی که تو بشقابمه تموم نشده. بخور جمعونی ورزش میکنی. منم زود کالری میسوزونم. میدونی فیروزم همیشه از این موضوع ناراحت. منم کالری میسوزونم ولی چرا باید بی خودی 10,000 کالری بسوزونم؟ بعد میگم خب حالا اگه ممکنه به موضوع خونه بریم. دمیر جون این غذای مخصوص خودمه، حرف نداره. دهنتو باز کن. باز آفرین. یعنی منظورش از حرفی که داره میزنه اینه که ما خیلی سختی میکشیم واقعا. لیلا جون حلوا رو تا دیر نشده بذاریم تو فر گرم شه، مگه نه؟ آره فکر خوبیه. من زودتر برم آمادش کنم. حلوا تا دیر نشده بودو. گل فیروزه خانم، خواهش میکنم مدام بحث رو عوض نکنیم. ما اومدیم اینجا تا درباره خونه‌ای که به جفتمون فروختیم حرف بزنیم. یعنی اگه غذا خوردنمون تموم بشه، یعنی وقتی که لیلا خانم اومد درباره قراردادمون حرف میزنیم. فیروزه عزیزم یه لحظه بیا پیشم. بفرمایین خواهش میکنم بفرمایین. وای چی شد گیر کرد تو گلوت فیروزه؟ وای خدا نکنه اینا آخرش ما رو میکشن. دلمه ها رو گذاشتم تو دهنم برای اینکه جوابشون رو ندم. 10 تا دلمه گذاشتم داشتم خفه میشدم. نمیذارن که آدم یه نفس راحت بکشه، همش از خونه حرف میزنن. من نمیدونم آخر عاقبت ما با اینا چی میشه فیروزه. معلومه که همش حرف خونه رو میزنن، راه فرار نداریم. ببین چی میگم، ما اگه نتونیم این قضیه رو حل و فصل کنیم باید بریم وای خدا نکنه اما خدایش این دوتا خیلی به هم دیگه میان مگه نه؟ خب بابا بشینین تو خونه خودشو خورم زندگیتونو بکنید دیگه. بعد میگم لیلا ما اگه یه کاری کنیم که اینا عاشق هم بشن و برن سر خونه زندگیشون راحت میشیم. به خدا آفرین به تو. آفرین راست میگی. ای خدا اگه خدا بخواد جور میشه. بیا ما با این زنا نمیتونیم درباره خونه حرف بزنیم. پاشیم به نظره؟ نه نمیشه. این قضیه رو امشب تمومش میکنیم. باید حلش کنیم. روی این موضوع تمرکز میکنیم و میریم جلو. حواسمون پرت نمیشه. الان کنترل داستانو میگیریم دستمون. من انگار اسممو فراموش کردم در این حد. یعنی ممکنه مغزم هم خاموش شده باشه. کم نیار.
آماده باش دارم. شیرینی هم بالاخره اومد. خیلی من عالیه. اونا رو میگیرم. خیلی ممنونم. خیلی بشینید، ممنونم. ممنون. بفرمایید. شما هم بفرمایید. بله. خانم ما نمیخوایم توی خونه زندگی کنیم. بله. دختر قشنگ، تو اسفناج گردویی ما رو هنوز نخوردی ها؟ آره. دخترم به خدا یادمون لطفاً بحث رو عوض نکنید. برگردیم سر موضوع. باشه عزیزم، برمیگردیم. حالا چه عجله‌ایه؟ ما خیلی خوشحال شدیم که شما رو شناختیم. میگم چطور امشب و با یه سلفی موندگارش کنیم. نظرتون چیه؟ لطفاً پانشیم. نه فیروز خانم لطفاً پانشیم. لیلا خانم خواهش. فیروزه آفرین یکم نزدیکتر. آره یکم نزدیکتر همینجوری برو کنار سی. آره بگین سی. وای بخندیم دیگه. خیلی خوب دیگه. خانوما خواهش میکنم. ببینین خواهش میکنم. لطفاً بشین. بفرمایید بشین. ببینین اینجا یه مشکل فوری داریم که باید حل بشه و همین امشب هم باید حل بشه. شما یه خونه رو همزمان به جفتمون فروختیم. اما قضیه اینطوری نیست آقا دمیر، یعنی عمدی نبوده. به خدا نیت بدی نداشتیم، یعنی اشتباه شد. بهتره من برم قهوه درست کنم اعصاب نه لطفاً از بحث خارج نشین. لطفاً بشین. پس من برم ماکارولا رو باز کنم ها؟ لیلا خانم خواهش میکنم. این خواهر عقب مونده من قبل از اینکه اصلا از من بپرسه سهم خودشو برداشته فروخته. تو چی کار کردی؟ تو هم بدون اینکه از من بپرسی رفتی سهم تو فروختی. اینجوری میگه چون مخش تاب برداشته، آلزایمرش داره شروع میشه، ولی خودش هم نمیخواد که قبول کنه. تو چی؟ تو چه یه خط در میون داری؟ زشته لیلا. اصلا هم زشت نیست، به خدا اون تو مدرک هست میرم ولی اون موقع همش 12 سالم بود عزیزم. بس کنیم. خوب گوش کنیم. از این به بعد فقط من و دمیر حرف میزنیم، شما گوش میدین. به سوالاتی هم که میپرسم فقط واضح و کوتاه جواب میدین. نمیدونم خانم این لوبیاس از این بخورین، اون اسفناج از این بخورین، این یکی گردوه از این مرغ بخورین و از این چیزا نداریم. هر کی از این حرفا بزنه و الکی لفتش بده دستشو قطع میکنم. هر کی هم وسط حرفم بپره زبونشو میبرم. فهمیدین؟ وای خواهرم فیروز خانم لطفاً چشماتونو باز کنید. ای بابا لرا چی کار کرده؟ نمیدونستم اینطوری میشه آخه. فیروز خانم لطفاً چشماتونو باز کنید. خواهش میکنم. کسی که قش کرده آب میدن آخه. ببخشید اون لحظه عصبانی شد نفهمید داره چی کار میکنه. فیروزه چی کار کردم من؟ لراکس مشتری ویژه آقا دمیر حتما باید خانم باشه. یعنی یه جوری باید اشوه بیاد که منطقی به نظر بیاد. یه باروک ازش بخواد و یه اسکاندیناوی. ببینیم آقا تا چه حد میتونه تحمل کنه. یه مشتری سریشو میندازیم جونش. وایسا میخوام ذرت بخرم. شب بخیر. لطفاً 2 بسته ذرت. خیلی ممنون. شبتون بخیر. مروه جونم من فوراً باید برم. باشه خب با هم دیگه میریم. نه تو نه یا بشین همین چهار ذرتتو تنهایی یعنی؟ عزیزم تنهایی چرا؟ ببین کی اونجاست. آیدا مروه جونم ببین، برای اینکه آقا دمی رو بفرستیم بره یه نقشه خوب داریم. اگه قرار شما از هم جدا بشین دیگه برای چی این همه نقشه بکشیم؟ اما من هنوز از دستش عصبانی. ولی تو این اواخر از دست همه عصبانی هستی. الانم از دست معلومه که عصبانی میشه. زود باش برو، فردا میبینمت. خوب برو. مروه اصلا لازم نیست برام فیلم بازی کنی. فیلم کدومه؟ میدونم با آیدا نقشه کشیدین خنگول.
با اینکه میدونی دوست ندارم تا عمل انجام شده قرار بگیرم. دوبله شده در استدیو جن. خب نمیشه وانمود کنیم که انگار تصادفی هم دیگر رو دیدیم. چرا که نه؟ حالا که داریم نقش بازی میکنیم نظرت چیه نقش رومئو و جولیت رو بازی کنیم ها؟ نه به نظرم اونو بیخیال بشیم چون آخرش جفتشون میمیره. یعنی امروز هر دومون خیلی عشقم ازت خواهش میکنم از این حرفا نزن لطفا. ببین من تو رو اصلا هیچی نگو، نمیخوام نشنوم. تازه هنوز نبخشیدمت. آره تنها نیست. کاش خاله فیروزه رو میبردیم بیمارستان. خواهرش اصرار کرد گفت نمیخواد. معلومه که وضعیتشون قدام بد. امیدوارم. من به سکیزی سر میزنم. باشه. تو چیکار به کار بوز من داری آخه ها؟ چیکار کردی ها مردی که یه عوضی؟ ایبو این همون دوست شما نیست که دامپزشکه؟ به کیسه بوکس تبدیلش کردی، از وحشت خشکش زده. ایبو بیروک سب کن، قطع نخواهش میکنه. حالت خوبه؟ فکر کنم خوبم. داداش تو چی کار کردی؟ ضربه اجرا بود؟ من واقعا شرمندم داداش. وقتی سرنگو تو دست دیدم یه لحظه ناخودآگاه واکنش اونطوری گرفته بودمش که نخوره به لراکس. اگه میدونستم سرنگ دستشه که اصلا نمیپریدم پشتش. آخه تو این وقت شب اینجا چی کار اگه میکنی؟ گوشی تو جواب میدادی مجبور نمیشدم بیام. رو سایلن مونده. معذرت حتی الان میخوام. خیلی پشیمونم. درد داری؟ باور کن نمیدونم چی بگم. واقعا خیلی معذرت میخوام. خوبی دیگه مگه نه؟ آره خوبم. میخواستم قهوه درست کنم. شما میخورین؟ آره. اون آدمی که میگفتین اینه بی خیال. کلن قید عملیات چیتا رو بزنین. سکیز ترسیدی؟ برای اولین بار وقتی تو درد سر میافتی و بیهوش میشی به دردمون خورد. شاید این دفعه رو شانس آوردیم، اما بعد از این چی کار کنیم؟ اینا خیلی سادن. الکی قش کردم اینا باورشون شد. من اینا رو خیلی راحت دست به سر میکنم لیلا. وقتی دمیر و لروکس عاشق هم بشن به جای اینکه برن ازمون شکایت کنن به خدا ازمون تشکرم میکنن. مگه نه؟ معلومه. تازه پول خونرم دیگه نمیخوان، همه چی تموم میشه میره پی کارش. ثروت رو ولش کن. با این ثروت رو میخوام چیکار؟ خودمون کار خودمون رو انجام میدیم. خدا رو شکر محتاج هیچ کس هم نمیخواد باشیم. معلومه عزیزم. اما اینا رو چطوری عاشق هم کنی؟ اونا رو با تیر اروس میزنم. روحشون هم خبردار نمیشه تا چند وقت دیگه عروسی داریم و شاهد عقدشون میشیم. ببین به اینا نگاه کن، خیلی هم با دقت نگاه کن. ببین ای چقدرم تعجب کردم. آره چقدر هم نگاش کن. نتیجه آزمایش ساکیز اومد. گلبولای سفیدش پایینه، اما چون میدونستم هول میکنی اومدم بهش ویتامین زدم. مشکلی نیست. باشه حتما همینطوره که میگی. ممنون. خیلی خوش عطره. نوش جونتون. حالا که اومدی به چیچی هم یه سر بزن. کنترلش کردم، مشکلی نیست. چطور کنترلش کردی؟ ما تازه اومدیم خونه. کلید داره؟ اونم کلید قفلی که تازه عوضش کرده.
فقط یدکه برای وقتی که یادم بره. کی دیدی بهش؟ کل روز با هم بودیم. کلیدای یدک خونه رو گذاشتم زیر گلدون، بعدشم بهش پیام دادم. خیلی خوب، من دیگه کم کم برم. بیا عزیزم. به دل نگیر لطفاً. میدونی که راجع به خونه مشکلات عجیب غریبی داریم. فعلا مجبوریم با هم دیگه زندگی کنیم، ولی موقتیه. داریم تلاش میکنیم حلش کنیم. راستی کسی نمیدونه. یعنی اگه تو شرکت بفهمن خیلی بد میشه. واسه همین باشه. البته از نظر من مشکلی نیست. به کسی چیزی نمیگم. ممنون. سلامت باشی. راستی دوباره معذرت میخوام بابت امشب. شب بخیر. بیا. خبر نداره همه میدونن نه؟ نه کسی نمیدونه. تو، آیدا، مروه. ببین بچهای شرکت واقعا نباید بفهمن، وگرنه الکی حرف درست میکنن اعصابمون میگم این خورد چرا میشه. همیشه اینجوریه ها؟ نمیدونم. شب بخیر. شب تو هم بخیر. بدش به من. چیو؟ اینو میگی؟ بله. اصلا دوست ندارم کلید خونم دست مردم باشه، مخصوصا زیر گلدون و اینا که اصلا. البته دست تو هم نمیخوام باشه، اما بگذاریم. بگیر. اما آتیلا چطوری؟ سلامتی. کاروبار خبری نیست، همونطوری که میدونی. آها آره اومد صحبت کردیم. آره خوبه. دمی رو که میشناسی، حواسش به خودش هست. اما آتیلا به نظرم برای اون کار یکم زوده. البته حقت دمی رو ببینی، ولی من میشناسمش، الان وقتش نیست. اما آتیلا من به شما خبر میدم، تا اون موقع بهترین کار اینه که صبر کنید. باشه، خداحافظ اما آتیلا. الو، چه خبر دمیر؟ هیچی بدت چون با لروکس خانم سر کله میزنی. این دختر آخرش دیوونم میکنه. باز چی شده؟ کدومش رو بگم آخه؟ فهمیدم. مثلا کلید خونه رو داده به دامپزشکش، کاراش رو میبینی تازه گذاشته بوده زیر گلدون. خودش کم بود، بز و ماهی و دوستاش هم میاره تو خونه نیست که کاروانسراست. فردا پس فردا خانواده‌اش هم پا میشن میان دیگه، همه چی کامل میشه. این دیگه چه مدلشه؟ خدا شاید خسته شده. چون نخند، به خدا خیلی خسته شده. باشه بابا ببین چی میگم. فردا صبحونه بیا پیش من، بیا جزئیاتش هم بگو بیشتر بخندی. وداد دست خالی نیا یا از نونوایی سیمید بخر سر راه. باشه؟ خیلی خوب باشه. سکیز اونا رو نخور، اون غذاها مال تو نیست.
این چه سر و صدای راه انداختی آخه دمیر؟ داری چی کار میکنی؟ ببینم تو زامبی چیزی هستی؟ آدمیزاد این وقت صبح بیدار میشه. صبح بخیر. من دقیقاً 1 ساعت و 15 دقیقه است که بیدار شدم. به چه دلیل؟ ساعت ورزش، نرمش، خوندن مجله و روزنامه ها، برنامه ریزی روزانه، افکار خلاقانه. یه چیز دیگه، آدمای موفق هیچ وقت دیر بیدار نمیشن. از خود راضی. کجا؟ چیه؟ اول من میرم همون، تو بعد از من میری. کی گفته؟ در همومی که قفل کردی و باز کنی مجبور نمیشی تو صف وایسی. اونجا هموم نیست. جدی؟ پس چیه؟ یعنی اون تو چی هست که نمیخوای من ببینم؟ خوبه، پس جوابی نداره که بدی. خب برای چی پیش دوست پسرش نمیمونه؟ کی؟ همونی که بهش کلید داده. اون دوست پسرش نیست آخه. از کجا میدونی؟ اون به نظر نیامد. از کجا معلوم؟ آدم که بر کسی کلید نمیده. این که نصف شب اومده اونجا معلومه یه خبرایی است. حالا هرچی، زندگی خصوصی دختره به ما ربطی نداره مگه نه؟ لروکس همچین دختری نیست. چه جور دختریه استاد؟ ها؟ یکم برام تعریف کن. وداد، املت به این خوشمزگی درست کردی، حداقل زهر ما باشه باشه بابا باشه. پس تا از دهن نیفتاده بخور. تو غذای سرد دوست نداری. خیلی وقت نخورده بودم. دستت درد نکنه عزیزم، خیلی خوشمزه شد. نوش جونت اصلا. بازم برات درست میکنم. چیه؟ بگو وداد. معلومه یه چیزی میخوای بگی، منتظری وقتش برسه. بفرما. آره میگم، ولی نباید فوری عصبانی بشی. خدا به خیر کنه، گوشم با توه. قضیه چیه؟ بازم بابا؟ چی کار کرد؟ زنگ زد؟ میخواد ببیند. اما من نمیخوام ببینمش وداد. نقطه. تمام. اگه بخوام یه روز میرم دیدنش. بی خود تو رو واسطه نکنم. داداش تو هم خیلی لجبازیه. این همه سال گذشته، به حرفاش گوش بدی چی میشه مگه؟ وداد، خواهش میکنم وارد این بحثا نشیم، اعصابمون خورد. باشه ادامه نمیدم. باشه غذا تو بخور. املت سرد بشه بیشتر اعصابمون خورد میشه. نمیدونم وقتی میدونی چرا وارد این بحثا میشی.
اینو کجا بذارم؟ اینو بذارین رو اون میز. لروکس خانم اومد خودش ببینه. خیلی خوب، عالیه. دیشب چی کار کردین؟ حرف زدی این نقشه رو بهت گفت؟ فکر کردی من به این زودی نرم میشم جانم؟ ذرتمو خوردم و بعدم بلند شدم. هیچ حرفی هم نزدیم. ای مروه خیلی لجبازی، خیلی. روز تحویل سفارشات همه نمونه ها اومده. نمونه های اتاق بچه رسیده؟ چرا اونجاست؟ وای ببینین اینا چقدر نازن. دلم میخواد با خودم ببرمش خونه. براک تو اونجا چی کار میکنی؟ بیا دیگه. نه من یکم کار دارم، شما خوش باشین. رو پروژه دوستش کار میکنه. براک کمکی چیزی نمیخوای؟ میخوای با هم انجام بدیم؟ خیلی ممنون عزیزم، خودم انجامش میدم. فکر کنم خیلی خصوصیه. 100%. دیروز هر کاری از دستش برمی اومد کرد که نشون نده. میگم نکنه مال دوست دخترشه که اینقدر روش حساسه. نه عزیزم نیست که. برای چی قایم کنه مگه نه مروه؟ اگه بود میفهمیدیم چرا قایمش کنه. آره عزیزم معلومه که میفهمیدیم. طفلی یه سالی که برای نجات شرکت از دفتر بیرون نمیره. ببین طفلی چقدر لاغر شده. دقیقاً. آره هر چی باشه جوونه، خوشتیپه، مجرده. میتونه همین دیشب با یکی دوست شده باشه نه؟ بهتره یه جوری رفتار نکنیم که انگار قراره تا آخر عمرش مجرد بمونه مگه نه؟ آیدا به ما چاخه. ای بابا. میگم یعنی که این میخواد قبول کنه ازش خوشش میاد. احتمالاً هر وقت از دست دادش. فرخ فاکتور رو چی کار کردی؟ مشکلی که نیست نه؟ خوبه. یکم دیگه لیست بدهی‌های خونه آوا رو میفرستم. رو حساب اون رقم ها همه رو تنظیم کن. من امروز طرحو میفرستم باشه؟ دوبله شده در استودیو جری. تازه تو از کجا میدونی من دیر میرسم مهمونی؟ چون متاسفانه توی یه خونه زندگی میکنیم لروکس، به خاطر اون. نمیشه فهمیدت. لروکس همه پرونده ها ریخ زمین. حتما اشتباهی هم برداشته برده. فقط همینو کم خب باشه. مشکلی نیست، معلومه کجاست. میری از لروکس میگیری. منتظر نمیشه. جدی. اگه کمدم سر جاش بود زودتر حاضر میشدم. اومدم. میدونی چیه؟ از عصر حجر زنگ زدن. یکی با نشونه های تو گم شده. خیلی دارن قصه میخورن. اگه میخوای برگرد. آره خب یعنی آدم فقط به خاطر غیرتی همچین حرفی میزنه؟ به خاطر اینکه تازه شونت در رفته بود نیست؟ به سلامتی کارای فداکارانه. اوه معذرت بخوام، ببخشید. فکر کنم یکم مست شده. تو دیوونه ای روانی هستی. میگم بده. مردی که حیوان میگم بده. خیلی خوشگلی. من عاشق این انرژیتم. تو کی باشی که از انرژی من خوشت بیاد ها؟ چه خبرته؟ دمیر چی کار میکنی؟ دمیر